علیدین جان؟ لبای انا خانه نو ساختگی من نه که بسیار خوشحال نکردن انا همین دیوار سر میشه تو همونجا را نصیب کنم انا اوش خانه همسایه و همسایه که به خاطر هسته بیزنس میکردیم کو قطعش انا ما ای همون جوره خانه است همسایه ما عجیب آدمه که من کاری صدای برو چی میگفته باشه کنی به یک بینیشه یا من کردی من کرد سلام علیکم علیکم السلام ای همسایه نازل تیجی رحمت شما نازل تیجی خوبه علی ماشین شناختم تلکه السلام علی بیام علی خوبه اکا جان سلامتی خوبه خدا شکر همه امروز اکا الدین یک گفتیم خانه رو بینیم شما را دیدیم تینجی اکا ما همین راه شما را پویده حسابدم راه ما را کارتون داشتم بخیره امریکا میرم آمریکا سفر دارم چی خیر شده که این فکر در سرت زد این همیشه همین آینه نلگینا موندو خب همین نشان داد کو باور بکنی فورید من آمریکا یک بار برم همونجا را تماشا کنم بیام بهترین اقدام اکا نصیب کنه اکا همین فرض کردیم که اکه جوره خون امریکا رفت خب باید یک تماشا میکنه کو بین کوچه و تماشا کردن اوبرسادی کی برام تماشا میرم آخه یکی ای پیشت ملیس ها میرویان اما امریکادان پلیس رو میدونی که چی میگن پلیس امریکا پلیس رو میدونی چی میگن یک پیشم برو مدن این پلیس رو چی میگن شریف میگن شریف آفرین اکا زوره خیلی او را شریف میگفته کلان ترکاش چی میگن اکا کلان تراکاشا اگر اوشا که شریف گفتن کلانشا محمد شریف میگن یا بچه لا بابا ساعت چند شی؟ ساعت یک این دیدی ساعت یک چیکار کردن در کو؟ بد کردن در آ تو چیکار میکنی بعد؟ اینم گلورا تازه با اینجا بیا تو گلو تمام برا ابد تو کاسان مشوری نخود که آدم بشه شادمان اومدم آفدین ما کی تو؟ شما منو فضلی چی میگه بچم؟ نه تا اونجا شادمان او شادمان بچم ساعت اینا یک شیده ابد کدر سای ابد کردستا او تو ابد نمیکنی فضلی؟ میکنم درو گوش که فضلی جان حالی برا خونه تونده ابد که انا با ساعتی ها سه چور بیو آقای سوزی دیگه لبای سوزی میگو اب شما جور خونده شیجی همه هوا گرم کد هوا کم تا گرم کد تی خیلی که با ساختین بشوا با اینا بچه ها خدی زمین ها را دیدی؟ او زمینو تام دیدم زمینو خوشو بوده کیش کردیم من مثلا گرمو تام گرفتیم باشه کردیم و بهترین کو بابا یادی یا دوک نخم و خیزم کار داریم سروسی میه؟ آه میریم کار داریم زمین در اونجا بریم نه؟ خیلی خداوند ارزوهای نبتون عملی بگردن روی سفید نصیب تون الله اکبر شما هم بیایی بچم بیا این هم جا سرخوان ده همه کسی که شیش نبود مال جوره خون یک خیلی گفتی یک گپ دارم چی بود؟ چی گپ بود؟ علبای؟ اما رحمتی پدرم چی گفت مصطفی؟ وصیت کرده بود که بعد همین سری ما همین دو درک تا سرش دو سر کرد اکی دودار تا گفتی او؟ دودار ما یو با این خیر رنگ خیلی بچه خوب هسته یا خیلی بد نداشته نه یگون فعلی بد ندارد همش فعلوش سوزه همین بدانه چه جوره خود اونای همه اول که خمون همی سر دستر خون کش دیدیم کو از دیگه من احمد دادم همین بچه خیلی باشکه میخویا بابا من همه وقت زیوشکه نمیخویم این عادت نیست من برای بوی سیگارت گیره گفتم میخویم گاه این سیگارت هم بکشیده کو؟ نه من سیگارت هم همه وقت نمیکشم چه؟ همه که عرق نوشیدم بس سیگارت میکشم عرق نوشی بعد بچه این عرق میخوردن سیگارت میکشم؟ نه همون نه من عرق هم همه وقت نمیخورم بابا و عرق خوری هم کار خوب نیست من بکار که میمونم زیغ میشم من بکاری رو با نوشم عرق می نوشم اوی آشنای ما بکار بودیم یک بکس بودیم بگشتیم بعد بیکردم نه چوه بکس بکار همین دوزی هم تاکه کنم مخدیل ما گرفته الو لبای
ها جون چی میگی؟ مسئله داملو خود گفت چخیل میشناسه؟ منه؟ من یک بچه قد بلندی سوزینه سرنگی چرکبردارم. یکی قدم 1.68 وزنم 85 کیلوم ده. خیلی باشه من قطعی 1 متر رو یک ترازو میگیرم میبیایم. چی؟ تو چی بزرگ آمدستی؟